اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوی. قرآن وعده داده که امام زمان علیه السلام ظهور خواهد کرد، یک حکومت حق را ایجاد خواهد کرد. حالا بحث اینه که چجوری میشه، چرا که نشه. میگن خب دنیای پیشرفته امام زمان با چه اسلحه‌ای، با چه امکاناتی. میگن الان دنیای علم پزشکی پیش نرفته، تو ویروس کرونا موندن. کرونا یعنی این حوادث پیداست که خیلی هم ناز نکنید. به علاوه میگه انقلاب ما که شد، تخصص‌ها در اختیار امام خمینی قرار نگرفت. شاه چه نیروهای خوبی رو فرستاد آمریکا، خلبانای درجه یک شدن، برگشتن دست زمان بوسیدن تخصصشون رو و پروازشون رو در اختیار امام خمینی قرار دادن. ما چقدر خلبان داریم که تخصصش آمریکا دید ولی خدماتش در خدمت امام خمینی بود. چه پرسید که شنیدیم که مصحف فاطمه جبرئیل با حضرت زهرا صحبت میکرد. حالا مثلا مشکلی داره؟ حضرت زهرا چیزش کمتر از حضرت مریمه. اذ قالت الملائکه یا مریم، آیه قرآنه. ملائکه با مریم صحبت میکردن، حضرت زهرا صحبت کنه با جبرئیل چی میشه؟ و اوحی الی ام موسی، خدا به مادر موسی وحی کرد، الهام کرد. اشکال داره جبرئیل پیامی را برای حضرت زهرا بیاره؟ نمیخوام بگم هست یا نیست، میخوام بگم مهم نیست باشه. مهم نیست. تو قرآن کریمی کذالک زیاده. یعنی همونطور که عبود این هم هست. بچه بودم به بابام گفتم بریم چراغونی، خدا رحمت کنه اموات رو. بابام گفت محسن ببین این لامپه رو. گفتم خب دیدم. گفت اونجا 1000 تاش بسه. مهم نیست. میشه مرد خدا حاکم بشه، خمینی نمونش بود. میشه متخصصین تخصصشون رو خدمت امام بگن. خلبان‌ها آمریکا رفته در خدمت امام بودن. میشد طاغوت‌ها فرار کنن. خب بله فرار کردن، خودشا فرار کرد. میشد ابوالقدس‌ها ذلیل شن. خب بله هویدا اعدام شد، نصیری اعدام شد. این کجاش گیره؟ هیچش گیر نیست. گاهی مسئله ها قصه رو حل میکنه. نمیدونم اینو کجا بود، اخیراً یه جای گفتم که در مدینه بودیم، این 130 مایی اومدن به ما مصاحبه کردن که حاج آقا چه بار اومدی کرد مکه. من یه مثل زدم هم تو موند. گفتم لامپ سوخته رو 1000 بارم به سر پیچ بزنی روشن نمیشه. من لامپ سوخته هستم. حالا 100 بار بیام ماشین اگر سالم باشه استارت داشت که زده اولین استارت روشن میشه. و اگرم سالم نباشه هی میخوای روشنش کنی روشن نمیشه. مهم اینه که لامپ من سالمه یا سوخته. مهم اینه که این وصل شد. بله وصل به برق میشه ولی لامپ سوخته باشه روشن نمیشه. میشه. برای امام زمان علیه السلام 3 تا چیز میخوایم. یکی رهبری میخوایم برای حکومت جهانی رو کره زمین. یک کسی باید باشه که بتونه دنیا رو اداره کنه. اینو خدا ذخیره کرده. بقیت الله حضرت مهدی. یه قانون میخوایم که قانون تحریف نشده باشه. قانون میخوایم تحریف نشده باشه. اینم قرآن. یک واو که زیاد نداره. پس قانونش قرآن، رهبرش مهدی. یه آمادگی باید، او آمادگی نیست. آمادگی نیست. حوادثی که پیش میاد دنیا مثلا حالا الان کشورهای عرب متحد شدن، کشورهای خلیج فارس متحد شدن، دریای خزر متحد شدن، هی چند تا جمع میشن. ولی اینا همه مقدمه اینه که همه باید با هم جمع شن. اینا باید با هم جمع بشن. وقتی با هم جمع شدن، وقتی خدا میخواست قوم نوح را که کافر بودن و هر چی تبلیغ شد گوش ندادن، میخواست اینا رو غرق کنه، قرآن میگه از زمین و آسمون بارون بارید. باید با هم به جمع بشه، نیروها همه جمع بشه و میشه.
یادم نمیره زمان شاه یه پیرمردی میگفت که شما حرفتون حسابتون چیه به این رزمنده ها و انقلابیونی که شعار میدادن. میگفت ببین من مستاجر خونمون نمیتونم خونم بلندش کنم، شما که شعار از مملکت بیرون کنید. باورش نمیکرد، چون اون چه دیده بود ناصرالدین شاه و احمد شاه و رضا شاه و محمد رضا شاه باور نمیکرد.